درود همراهان افزایار. در این ویدیو قصد داریم که تفاوت ترکمترهای سر جغجغه‌ای با ترکمترهای سریخور و همینطور ترکمترهای بدون شاخص و ترکمترهای شاخصدار رو توضیح بدیم. در مدل‌هایی که مشاهده می‌کنید به صورت نمونه ترکمترها به حالت جغجغه‌ای و با سره قابل تعویض که سوکت خور هستند رو مشاهده می‌کنید. یک ترکمتر معمولی که شاخصدار هم محسوب میشه به صورت جغجغه ثابت پرس شده و نمونه متداول ترکمتر هستش. زمانی که بخوایم سره تخت یا سره رینگ رو به یک ترکمتر اتصال بدیم، از مدل های سرخور میتونیم بهره ببریم. به این شکل این امکان رو به ما میده که سریهای مختلفی از نوع تخت و رینگ رو روی این ترکمترها نصب بکنیم. علاوه بر اون همون حالت سره جغجغه‌ای هم به این ترکمترها قابل اتصاله. نمونه دیگه ترکمترهای بدون شاخص هست. ترکمترهایی که در سطح چپ هست همشون ترکمترهای شاخصدار هستن. این ترکمتر هم به همین شکل فقط شاخصداریه که امکان تعویض سره رو روی اون داریم. ترکمتر بدون شاخص از نظر بازه همونطور که توی این مثال وجود داره میتونه با یه ترکمتر شاخصدار توی یک بازه قرار داشته باشه که مثال ما اینجا 5 تا 60 نیوتن متر هست. نمونه بدون شاخص برای خطوط تولید گزینه مناسبیه و تفاوت اینجاست که به جای یک ضامنی که با دست میچرخه و شاخص عدد تنظیم یک بار از پیش این تنظیم میشه، اصطلاحاً ست میشه به وسیله آچار مخصوص که اپراتور نتونه این رو در طی روز تغییر بده و روی اون عدد مثلا الان این 5 تا 50 روی 10 نیوتن متر ست میشه و وقتی که میره روی خط شروع به کار کردن میکنه فقط بناست که عدد 10 رو بزنه تا زمانی که برمیگرده به آزمایشگاه و دوباره روی عدد دیگه یا همون عدد میتونه ست بشه. برای اینکه اپراتور در طی یه روز سهوا یا عمدن این عدد رو بالا پایین نکنه و یک تکرار پذیری روی عدد مشخص توی خط تولید وجود داشته باشه، از نمونه های بدون شاخص استفاده میکنه.